آروین هستم با پیج آنژوکت دارید ما رو دنبال میکنید. میخوایم راجع به یکی از بیماری های خیلی رایج صحبت بکنیم و اون آلرژی یا حساسیت هستش. حساسیت و آلرژی اصلا چیه، چه تعریفی داره و چطور بیان میشه؟ ببینید وقتی یک جسم خارجی، یک ذره یا هر چیز دیگه وارد بدن شما میشه، بدن شما اون رو عامل خارجی تلقی میکنه و نسبت به اون واکنش نشون میده که این با ترشح هیستامین همراه، در نتیجه یه سری واکنش هایی رو از خودش میده که به این میگن حساسیت. میتونه رو چشم شما باشه، پوست شما باشه، تو خون شما باشه، میتونه رو مجاری تنفسی شما باشه، هر جایی میتونه باشه و این واکنش های متفاوتی رو ایجاد میکنه. مثلا خب توی چشم باشه اشک ریزش داریم، خارش داریم، قرمزی داریم. تو مجاری تنفسی مثل سرفه، عطسه، خارش، بعضا خسخس قفسه سینه رو داریم. روی پوست بحث کهی رو داریم، خارش شدید رو داریم، یه سری جوش های کوچیک رو داریم و این باعث میشه که بدن به هم بریزه. حالا یک سری عوامل باعث ایجاد این حساسیت میشن یا به اصطلاح بدن بهشون واکنش نشون میده. اینها چی میتونه باشه، چی هستش؟ یکی حساسیت های فصلیه که توی فصل های مختلف به وجود میاد. مثلا الان تو فصل بهاریم، گرده درخت ها خیلی زیاده. این گرده بالا سیستم مجاری تنفسی ما میشه، عطسه، سرفه، بعضا آبریزش بینیم و چیزهای دیگه رو ایجاد میکنه. یه سری از عوامل دیگه مثل آلودگی هوا، مثل دود، حالا میتونه دود سیگار باشه، قلیون باشه، هر چیز دیگه ای باشه. مثل مواد شیمیایی مثل اسپراهای رنگ، مثل عطرها، مثل بعضی از اسپراهای بدن همساله. بعضی داروها ممکنه این حساسیت ها رو ایجاد بکنه. غذاهایی که میخوریم مثل بادام زمینی، تخم مرغ، بعضیا به شیر حساسیت دارن، بعضیها به ادویه‌جات خیلی حساسن، مخصوصا ادویه‌جات تند باعث میشه اینها رو تشدید بکنه. یه سری عوامل دیگه هم داره مثل اضطراب، استرس، مثل کمخوابی، خستگی، تغییرات هورمونی که توی مثلا خانم‌ها به وجود میاد مثل بارداری، مثل یائسگی و ژنتیک. نکته قابل توجهی دیگه‌اش اینه بعضی از افراد به خاطر حیوانی که دارن این اتفاق میفته. موی حیوانات باعث میشه که اون آلرژن ها رو بسیار زیاد میکنه، باعث تحریک سیستم ایمنی بدن میشه. و ادویه‌جات که خدمتتون عرض کردم، مخصوصا ادویه‌جات تند. حالا چرا اینجوری میشه؟ ادویه‌جات معمولا دو نوع کار رو روی بدن انجام میدن. بعضی هاشون شباهتی با گرده های گل و گیاه ها دارن که بدن اون شباهت رو شناسایی میکنه، به اونا واکنش نشون میده. بعضی هاشون باعث ایجاد و ترشح هیستامین توی بدن میشن، یعنی همون ماده‌ای که این واکنش های آلرژیک یا حساسیت رو به بدن بهش نشون میده. حالا اینها چیه؟ خیلی بیشتر، مثل فلفل، مثل تندیجات، مثل زعفران، مثل زنجبیل، مثل رازیانه، مثل دارچین، زیره سیاه، اینها ادویه‌جاتی هست که یکم حساسیت بهشون بیشتر هستش. حالا راه‌های درمان چیه؟ چطور میتونیم درمان کنیم، پیشگیری کنیم، مراقبت بکنیم؟ یک، سعی کنیم توی هوای آلوده بیرون نریم. خب تهران، مشهد، اصفهان، شهرهای صنعتی آلودگی‌های زیادی دارن. نکته دوم، سعی بکنیم از دود دوری کنیم مثل سیگار، قلیون و امثاله. 3، سعی کنیم غذاهایی که حاوی ادویه‌جات زیاد هستن مخصوصا تند رو کاهش بدیم، کنترل داشته باشیم. 4، سعی کنیم بهداشت رو رعایت بکنیم. چطور؟ تا حد ممکن لباس‌ها، ملافجات، اینها رو با آب داغ شستشو بدیم. اینها خیلی میتونه مؤثر باشه. نکته بعدی، سعی کنید وقتی بیرون از خونه تشریف میبرید ماسک بزنید، از ضد آفتاب استفاده بکنید،
و اینها باعث میشه که از عینک آفتابی استفاده کنید، باعث میشه از پوست شما و از مجاری تنفستون محافظت بشه. در طول روز سعی کنید که از سرم های شستشوی یا همون آب معمولی، آب نمک واسه شستشوی دهانتون، مجاری تنفسیتون استفاده بشه. اینها خیلی کمک میکنه که بخواید حساسیت ها رو کنترل داشته باشید. امیدوارم نکاتی گفتم به درتون خورده باشه و این کلیپ رو اگه احساس کنید به درد کسی میخوره حتما براش ارسال بکنید و ممنون از توجهتون. ارادت.